این اطفال نابینا برای خودکفایی و آینده بهتر اینجا آموزش می‌بینند. اینها راهنمایی هم دارند که آنان را از زیبایی‌های زندگیشان آگاه می‌سازد. بنفشه یعقوبی که زندگی تاریکش را با علم روشن ساخته، تلاش می‌کند تا این مشعل را در زندگی دیگران نیز بیفروزد. معلولیت نه عار است و نه عزت. از هر نوعش که باشه، چه بینایی چه شنوایی، فقط یک تنوع بشری است. یک معضل اجتماعی است. ما باید به او به این شکل برخورد بکنیم که بتونیم تمامی افراد دارای معلولیت در اجتماع، در داخل اجتماع، در جایگاه واقعیشان ببینیم و هر کسی که دارای معلولیت است با توجه به تلاشی که میکنه، کوششی که میکنه، بتونه بلاهای ترقی را یکی پس از دیگری طی بکنه و تا اون جایی که در توانش است موفق بشه. بنفشه در این راه دشوار تنها نیست. همسرش او را یاری میرساند. فعالیت‌های حرفه‌آموزی مثل کامپیوتر و غیره و موبیلیتی یا جهتیابی و تحرک و البته یادگیری بعضی چیزهای مسلکی مربوط نابینایان مثل خط بره، تقویه حس لامسه و امثال اینها از جمله فعالیت‌هایی است که ما در طول این همه سال انجام داده و انجام میدیم. این اطفال از زندگیشان حکایت‌هایی هم دارند. من سابقه تا این راه رفتن و درست یاد نداشتم و حالا میتونم تمام مشکلات ما خودم حل کنم. سابق زندگی ما که بود تاریک بود، ناامید بودیم و حالا امیدوار شدیم زندگی ما روشن است. اما با باور بنفشه برای بهبود وضعیت نابینایان راهی طولانی را باید پیمود. تا جایی که بر ما امکانات اجازه میده کار میکنیم، اما نمیتونم بگم که من 100% از کار خود راضی هستم، به خاطر که هنوز خلا در افغانستان بسیار زیاد هست، جای خالی و جای کار در این کشور بسیار زیاد است و ما باید بسیار انرژی بگذاریم و زمان بگذاریم. با گفته وزارت کار و امور اجتماعی شمار نابینایان در کشور به 500,000 تن میرسد. بنفشه یعقوبی میگوید اگر زمینه تحصیل برای معلولین بخصوص نابینایان فراهم شود، آنان هم میتوانند در پیشرفت کشور نقششان را ادا کنند.